اولین دوره رقابت‌های کرکت زون‌های افغانستان با همکاری یکی از رادیوهای محلی با قهرمانی هلمند به پایان رسید. بیشتر در گزارش ببینیم از همکارم مهدی کاظمی. پایان رقابت‌های کرکت زون‌های افغانستان. رقابت‌های کرکت زون‌های افغانستان 2 ماه پیش در 4 زون کشور به هدف ترویج کرکت و تقویت همبستگی میان جوانان کشور آغاز شد و در نهایت تیم هلمند در دیدار نهایی که به میزبانی ورزشگاه کرکت شهر قندهار برگزار شد، جام قهرمانی را بالای سر برد. امروز خوشبختانه در شهر قندهار شاهد دیدارهای نیمه نهایی و نهایی جام کرکت رادیو جوانان بودیم که بین 4 ولایت افغانستان این مرحله برگزار شد. تیم‌های ولایت کابل، خوست و همچنان بلخ در ضمن از او ولایت هلمند در این مرحله حضور داشتند و بازی‌های بسیار خوب را شاهد بودیم. تماشاچی‌های بسیار زیاد آماده بودند برای تماشای بازی و بازیکن‌ها همچنان آمادگی بسیار خوب برای این بازی‌ها گرفته بودند که مطمئن هستم بر رشد کرکت اینا بسیار موثر تمام میشه. در مرحله نیمه نهایی 4 تیم با هم رقابت کردند و تیم هلمند با پیروزی بر خوست و بلخ با شکست کابل به فاینال صعود کردند. در فاینال این رقابت‌ها کرکت بازان بلخ ابتدا توپزنی کردند و هدف 104 دوشی را برای هلمند تعیین کردند. هلمند هم با درخشش بازیکنانش به راحتی هدف را تکمیل و با حفظ 5 ویکت به برتری دست یافتند. در پایان این رقابت‌ها محمد سراج از هلمند بهترین بازیکن تورنمنت و صابر گربوس از خوست بهترین توپزن انتخاب شدند. مبارک دی د هلمند لوبډلې ټولو لوبغاړو او ټولو مینوالو ته چې وایي کوه لوبه خو ماشاءالله ډېره ښه لوبه وسوه خو موږ ته کوچ پلان راکړی و چې انشاءالله تاسو باور باندې لرم او تارگت بالینگ وکړئ ویکټ بالینگ وکړئ همدا لامل و چې ښه بالینگ وکړئ او ویکټ مو واخیست. این نخستین دوره رقابت‌های کرکت بود که با همکاری رادیو جوانان در 4 زون افغانستان برگزار شد. رقابت‌هایی که می‌تواند برای رشد این ورزش در میان نوجوانان و جوانان افغانستان نقش پررنگی داشته باشد. مهدی کاظمی، لندن.